در سال 1985 در یک جزیره کوچک به نام مادیا در پرتغال پسری متولد شد که آرزوهای بزرگی در سر داشت. کریستیانو رونالدو در خانواده فقیر بزرگ شد، اما فقر نمیتوانست مانعی برای رویاهای او باشد. در سن 12 سالگی کریستیانو خانواده‌اش را ترک کرد و به آکادمی اسپورتینگ لیسبون پیوست. تصمیمی که او را از خانواده‌اش دور کرد، اما مسیرش به سوی موفقیت را هموار ساخت. در یک شب تاریخی کریستیانو در بازی دوستانه مقابل منچستر یونایتد درخشید. سر الکس فرگوسن، سرمربی منچستر یونایتد، بلافاصله استعدادش را شناخت و او را به تیمش آورد. کریستیانو در سال 2009 به رئال مادرید پیوست. اون در این تیم تعریف ساز شد و رکوردهای متعددی را شکست. رونالدو نه تنها در سطح باشگاهی بلکه در تیم ملی پرتغال نیز به یک قهرمان تبدیل شد. او پرتغال را به قهرمانی در یوروی 2016 رساند. کریستیانو رونالدو پسر کوچک مادی را که با ایمان، تلاش و استقامت تبدیل به یکی از بزرگترین اسطوره‌های تاریخ فوتبال شد. او ثابت کرد که با رویاپردازی و سخت کوشی هیچ چیزی غیر ممکن نیست. پس از یک دهه موفقیت درخشان با رئال مادرید، کریستیانو چالشی جدید را پذیرفت. در سال 2018 او به یوونتوس پیوست و تصمیم گرفت عظمت خود را در یک لیگ جدید نیز اثبات کند. فراتر از باشگاه‌ها، کریستیانو به ساختن تاریخ در سطح بین‌المللی ادامه داد. او به بهترین گلزن تاریخ فوتبال ملی تبدیل شد، رکوردی که نام او را در سراسر جهان جاودانه کرد. کریستیانو رونالدو تنها یک فوتبالیست نبود، او یک پدر دلسوز، یک الگوی اجتماعی و یک انسان بشردوست بود. کمک‌های خیریه‌اش به کودکان، ساخت بیمارستان‌ها و حمایت از نیازمندان نشان از قلب بزرگ او داشت. کریستیانو رونالدو مردی که از زمین‌های هاکی مادی را شروع کرد و با ایمان، تلاش و پشتکار به یکی از بزرگترین اسطوره‌های تاریخ فوتبال تبدیل شد. داستان او نشان می‌دهد که با رویاهای بزرگ و اراده قوی می‌توان غیر ممکن را ممکن کرد.